دکتر ام بزرن سو دیواره در بود او دیواره به عظمت او پشکر بود دیوار شکاند بله رهی را بود یعنی او دیواره هنده استور هنده بلند عظیمته که اوه پشکر بیه پشتی شورش آرارات یعنی آگری ایلا جلالی آجی سرگون بود بله مهاجرت که اجباری بله ببوره اتک وانا بیشتر یعنی آدم آوانه که بیشتر یعنی قضا قرضش یا قرضش زور میگیره گلک ملت مکش ناف سازا دا نیزار دا آگر دودایی کر آگر بردایی کشن رمان خاما آقای یوسف علی خانی که نویسیه در واقع نوه عباس عبدویی نوه قدم خیلیه که سربیوی مسئله ها که میشنده اویز برا بیشم که مخابن گرید آقا پچو که هر وای ارتا حد گرید آقا زوزان ملت میساکی و قزباق شده یعنی عرض ایرانی سال 1930 دو سرهلدان عرارات متاسف مخابن رضا شاه گرید آقا پچوک که مرا مقدسه چون کشی حضرت نوح سرویده که کتیا راستوای اوا داره با 1800 کیلومتر خاک ایرانه خاک مقدس ایرانه و مخصوصا منطقه ناوری باریکه که به طول 5 کیلومتر به عرض 5 متر بین ده جمع عرض و جمع قرسیه که ملت می بروک ویده که دیجی بشکا 10-12 گونه بشکا ویده کیون که دو سرهلدان آگریه دا ام بیشن دولت سوئد که روسیه شوروی زمان استالین دا تمام آنها بر سرگون کرد و نماهای پشتمانی همه علی خازی خوب بزمامی میه و جوی آخو بروی که عین سیاوان به منطقی بود دوگو ام زوزایم دام زور بود دو جم بودی من ما رو باهم ام بیشتر بیده که سوی مسیحم هر و ام چی میه جم کلن جاره که کسک نمه کون چی تون دارده کنی بس هونه بونو های اما خود نه تمام گو دارد سویت بر جهان ده بساب قزاقستانی البته هزاران نفر بر زور کسی هم به حساب متاسفانه به حساب یعنی انسان و حیوان دو گروه ترین آده برن و گلگاین بسیار گره تلف بون مخصوصا قسمت در جنا که شرم میکنن جمع مثلا میرا مثلا بالاخره انسان حالیه دشوی بکه هر توالت فلان بکه چون توالت نبوده وان ترین آده زیگیان به حساب تخیا و مرن یان خو آویت بس تو دنیا که محا علی خازی رحمت البته هیا نما نساق مورای اورگایی دوگو زارو کات برسین که آیا بابا و دایکا نمیش کنه و آنها که نمیش کنه و آنها دکشتن دبیر نبیسا یعنی برکنار که دکشتن کرده او که به حساب یعنی دولت کمونیسم شوروی و دمید زمان دیکتاتور استالین که دوربری 20 میلیون نفر اعدام کنه و شاید هزاران کرد مجی به حساب یعنی لوی بشکره و مخصوصا او 13,000-14,000 نفر به دستی بیه کلن کسی نزوری دستی بیه غیر از خانواده ما را آی گوزل و اونا که او ویدمی به حساب درون ما را آی رضا گوزل اونه دینی کسی نفردیم و تمام اوی منطقه ایرو انبیج منطقه قره‌باغ دا که ویدگی کردستان و سو ملت همه ویدگی تمام تبدیل کردیم به قرقیز، قزاق، ازبک، اوکراینی، مسکوای، پتروزبورگ هر در چچنستان هر دری بر سرگون کرد و آنها که بین سیبی که کسی نزبری. درسته. او شورش قومی پاشه به هوکاری ایران رضا شاه وقت گوت اشاره پیکری عسکری ترکا هاتن و شورش تیگدان و پشتی معامله که جیای آرارات رضا شاه دا معاملت نه آور داره به طور کلی اوانی که پانیرا نیست دین معامله بیا محمد روه هیچ گونه معاملت نبیه دبیجن بدلات جیای آگری گلیه کوتول و گلیه بانی اصلا ابدا دروی کامره راستی های چه؟ راستی اوه سرهنگ عرفه شهرها را خود نویسته لبنی را عرفه بله چه کاره بیه؟ سرهنگ قزاق رضا شاه بیه سرهنگ قزاق رضا شاه بله اوه از بیشم که یعنی گری داخت
امبل کرد شهرگیری داغی در واقع کرد چهار پارچه کردستانی به حساب سر ویده که ترکا را شهر دکرن چون که دو جنگ جهانی اول وقتی عثمانی تک شو وقتی عثمانی چی تای معاهده به حساب ساکس پیکو یعنی دو سوم خاک کردستانی که در زمان عثمانیا دو جنگ چالدرانه شرکت سر عثمانیه و دور عثمانی که دو جنگ جهانی به حساب اول داشت که تکچو او قطع معزن کردستانی که کتو به حساب ویسمتی دو چگونه دولت های تازه و عراق و سوریه و ترکیه نوین bu سه پارچه یعنی یکی فرانسوی و یک انگلیسی بیلم سایکس و پیکو آنین امپراتوری عثمانی که تجزیه کردن او کردستان دو سوم خاک کردستانی که اساس کرد خو ایرانی ده و کردستان ایرانی بوده دو یعنی شکست چال درانی دو شکست چال درانی کردستان به حساب یعنی دو سومه که در معاهدات بغداد و قصری برای دوره صفویه ده زمان یوسف اسماعیل که به حساب یعنی سمت عثمانی بعد جنگ ده سال که جنگ کشو بالاخره اونا سوری کرد و او قسمتی که کد میده که عثمانی چه که اصلی شگرد عثمانی بود که آنی او در هم به کرد درفت دا با خود به حساب بین حکومت های خود مختار محلی و حتی تا حد استقلال تا ضرب سکت شد و او تشریح کرد را ببینه اب قسمتی که به دوی را به حساب که او کرد ما که باش میبینه که آذربایجان آنها که سرگونی به حساب ما سال 1005 هجری شمسی که او کرد ما زورتی یعنی 50 خانواده کرد سرگونی یاره خراسانی که تحت عنوان به حساب یعنی مقابله با ازبک ها که آقای کریم الله تبعیدی نیستی حرکت تاریخی کرد به خراسان حفظ کتی نیستی اما با حرکت اینو اما سرگونو اونا دخواست یعنی خاندان صفوی جمعیت کرد آذربایجان و کردستان گبرنگ بکن او دفعه سرگون معزن کرد و آخرین سرگون معزن که بود در زمان رضا شاه سال 1930 دا یعنی 1380 را به حساب یعنی ویده که سرگون کرد ملت دمه جرایی که دوی را دو سردانا گلی داغه که فقط پشتیبانی به حساب یعنی اونا از ماری دکرد یعنی اتخاذم به بسیار کم دکتر چه پیوندی ها ایدا جلالی و شورش آرارات هر بود پیوند یا جلال یا اگر فقط از لوجستیکی یا آلی کرده بود دو شکل اینترنت فقط یا اول درون دفرد نمونه مثل درون نمونه یون آلی کاری که بالاخره کرد بود اونا سال ما فقط شرط گرد یعنی اون کرده که مثل آراراته